فرزند 14-15 ساله نماز میخواند، موی زیر نافش تازه کند یا نه؟ التماس جوابش گویید. اکنون برادر عزیز، پاکیزه کردن موی زیر ناف یا اینکه موی زیر بغل، تگهای کش، اینها سنت مؤکده هستند. البته برای جوانی که وقتی به بلاغت رسید یا انسانی که یعنی این موی ها را برآورد، براش سنت است، یعنی سنت مؤکده است که تگهای کش چینه و زیر نافش تراشه. یعنی این سنتی در حدیث های جناب پیغمبر است که سنت مرسلین است. از پیغمبرهای دیگه هم این چیز باقی مانده است. به این خاطر انسان باید حتما اینها را داشته باشه، پاکیزه کنه. یعنی ماهش اگر یعنی توانست هفتهش یک بار، نه توانست یعنی ماهش 2 بار، یک هفته پس باید انسان خودش تگهای کش زیر نافش باید پاکیزه کنه، چون که این سنت مؤکده است. یعنی تگ کش چیندن گفتن، بعضی از فقهای متأخرین گفتن اگر انسان تراشش هم سنتی بجا میاد، اما حکمت چیندن به سبب چیندن بوش نابود میشده، بوی تگ کش نابود میشده و روشن، یعنی چشم ها روشن میشدن، نور چشم زیاد میشده اگر انسان تگ کش چینه. اما اگر انسان تراشه یعنی به اون تازه کردنش هم سنتیش بجا میاد. اما زیر ناف اینم تراشیدنش برای انسان سنتی مؤکد است. البته انسان به اهمیتی به پرواگی کنه نسبت به این گناهگار میشه، چون که سنتی مؤکده در عمل برابر واجب است.